سلام، امروز میخوام چند تا از تمرینای جادویی کتاب معجزه شوک‌گذاری از راندا برن رو معرفی کنم که انجام این تمرینا به شدت توی زندگی خودم تاثیرگذار بوده. خب بریم سراغ اولین تمرین. تمرین جادویی شماره 1. این تمرین بهمون میگه روزانه 10 تا نعمتی که داری و بنویس و بابتش شکرگزاری کن. مثلا من واقعا به خاطر داشتن همسری مهربان سپاسگزارم. و این سپاسگزارم رو 3 بار باید تکرار کنیم. من به خاطر داشتن همسری مهربان سپاسگزارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم. و اینکه تمرین روز اول به طور ثابت توی تمام تمرین‌های بعدی تکرار میشه. خب میریم سراغ تمرین بعد. تمرین جادویی شماره 2. باید برای خودتون یه سنگ جادویی انتخاب کنین و سعی کنین سایز سنگ جوری باشه که توی دستتون جا بشه. قبل خواب سنگ جادویی تو دستتون بگیرین و به بهترین اتفاقای امروز فکر کنین و بابتش شکرگزار باشید. تمرین بعد، تمرین جادویی شماره 4. یک کاغذ بردارید و روی اون با حروف درشت و خوانا بنویسین هدیه سلامتی است که مرا زنده نگه داشته است و دست کم در 4 فرصت آهسته بخوانید و بابت این هدیه ارزشمند تا جایی که میتونید حال و هوای شکرگزاری رو احساس کنید. تمرین بعد، تمرین جادویی شماره 5. یه اسکناس بردار و روش بنویس برای تمام پولی که در طول زندگی به من داده شده متشکرم، متشکرم، متشکرم. حداقل امروز 3 بار این اسکناس رو بردار و جمله روش رو بخون و از صمیم قلب خدا رو شکر کن. بعد از امروز این اسکناس رو جایی بذار که در معرض دیدت باشه و زیاد اینو بخونی. تمرین بعد، تمرین جادویی شماره 13. 10 خواسته مهم تو بنویس و روبروی هر کدوم 3 بار بنویس خدایا شکرت. انگاری که از قبل به خواستت رسیدی و کاملا احساس شکرگزاری کن. با استفاده از قوه تخیلت برای هر خواسته به این 3 سوال جواب بده و تا جایی که میتونی جزئیات رو بنویس. سوال اول: وقتی به خواستت رسیدی چه احساسی داشتی؟ سوال دوم: وقتی به خواستت رسیدی اولین کسی که به او گفتی چه کسی بود؟ و سوال سوم: وقتی خواستت انجام شد اولین کاری که انجام دادی چی بود؟ تمرین بعد، تمرین جادویی شماره 14. صبح برنامه خودتو برای روز و شب تا موقع خواب به طور ذهنی مرور کن. برای هر برنامه بگو خدای شکرت که به بهترین نحو و وجه انجام شد. تمرین بعد، تمرین جادویی شماره 22. در ابتدای روز فهرست 10 آرزوی برتر خودتو که ایجاد کردی بردار. تمام جمله ها و خواسته های فهرست خودتو بخون و برای 1 دقیقه تصور کن که خواسته خودتو دریافت کردی. تا جایی که میتونی احساس شکرگزاری کن. حداقل در 2 نوبت در روز فهرست خودتو بیرون بیار، اونو بخون و تا جایی که میتونی احساس شکرگزاری کن.